آقا ما توی این ویدیو قراره که یه دونه میل سرور بیاریم بالا. قبلا یه دونه میل سرور آوردیم بالا به اسم کامیل. این سری قراره بریم سراغ میلیو که داکیومنتش این طرف میبینید. بخوام با کامیل مقایسه کنم از نظر دی ان اس ستاپ کردنش اینها خیلی راحت تره، خیلی کامل تر داکیومنتش، ولی از نظر یو آی کامیل بهتره. از نظر اینکه آقا روی موبایل راحت تر ست چه کامیل راحت تره. میل کا بود یا کامیل؟ همینه. بریم تو دلش ببینیم. خب سلام، سعیدم و اینجا کانالمه. دوست داشتین سابسکرایب کنید. یه خیلی وقت پیش اومدیم راجع به کامل صحبت کردیم، کامل رو نصب کردیم، درگیر شدیم باهاش سر پورت 25 و ویدیومون خیلی طولانی شد. یعنی شما هم مراحل نصب اولیه‌شو برید دیگه، به بقیه‌اش نیازی نیست. و اینجا میخوایم یک مدل خیلی راحت‌تر رو امتحان کنیم به اسم میلیو. من این تفاوتشو با کامل بگم. نمیدونم میل کاو بود یا کامل، دقیقاً یادم نیست کدوم اول بود کدوم آخر. میلیو که سایت منه، تمام اطلاعات من اینجا هست، از اینستاگرامم، یوتیوب، توییتر، اکانت لایوم، تلگرامم، لینکدین، ایمیل و دو شماره تماس. و اگه دوست داشتین دونیت کنین، اون پایینم توی دیسکریپشن نوشتم. تمام لینک هایی هم که استفاده میکنیم توی دیسکریپشن هست. بریم سراغ میلیو. سی پی یوم 72%. خب یه سری از فرقایی که داره، فرق ظاهری داره. این پنل ادمینشه، پنل وبش هم که یعنی واسه وب میلش هم از دو تا وب میل، اسنپی میل و روند کیوب استفاده میکنه. بریم دوتا رو سرچ کنیم. اسنپی میل. چه از اسنپی میل استفاده میکرد؟ نه، اون سوگو رو داشت، مال خودش وب میل داشت به اسم سوگو. اسنپی میل رو شما احتمالاً توی سی پنل دیدین و حتی روند کیوب. روند کیوب کیوب سی پی یو 100%. تصویر من لایک میزنه. این قیافه اسنپی میله. البته چی هم داره؟ هم دارک مود داره هم لایت مود داره که لود کنه. روند کیوب هم که اصلا خیلی معروفه. میلیو یه ذره سر وصل شدن به موبایل اذیت میکنه. اگر خودشو فقط نصب کنین و از TLS خودش استفاده کنین هیچ مشکلی نداره، موبایلش هم راحت وصل میشه. ولی اگه مثل من میخواین از انجین اکس پراکسی منیجر استفاده کنین که من اینجا قبلا ست کردم تنظیماتشو، یه ذره اذیتتون میکنه سر موبایل. من از فورواردر استفاده میکنم که ایمیلامو بگیرم. اینم روند کیوبه، جفتشو داره این، ولی یکیشو باید نصب کنیم. خب من اینا رو ببندم که مموری سیستم، سی پی یو سیستم ترکیب. آربان کلود فعلا کار نداریم. و کوبرنتیز میتونیم بیاریم بالا، داکر کامپوز میتونیم بیاریم بالا که ما با داکر کامپوزش کار داریم. کوبرنتیزش تا حالا ندیدم چه جوریه، یه دقیقه بخونیم. خب میگه که لطفا اینو ببین و توی ماتریکس ما جوین شیم. این ماتریکسی که اینجا هست یه جور بکند واسه مسنجر. حالا دوست داشته باشیم واسه مسنجر هم میارم بالا با ماتریکس، با برنامه المنت. برنامه های خیلی زیادی داره، حتی تحت وب هم کار میکنه. حتی سورس کدش فکر کنم توی گیت هاب هم هست. چه ربطی به این موضوع اینجا نداره الان، ولی از اونجایی که من علاقه‌مند خاصی به داکرم، همه چی رو با داکر آوردم بالا و قابل مشاهده است. حالا اینو بهش میپردازیم آخر ویدیو. آقا میریم که دونه میلیو سرور بیاریم بالا ببینیم چه جوریه. سی پی یو 100% هنوز. تصویر خودم کوچیک کنم، یه ذره اینو بزرگش کنم. بزرگ شو. بزرگ نمیشه. خب اومده گفته که آقا من همه مموری های سی پی یو رو ساپورت میکنم، از آرم گرفته تا AMD همون x86 و سایر چیزا. اومده گفته آقا کدوم ورژن رو میتونی انتخاب کنی، چه فرقایی داره ورژنش با هم دیگه و چجوری میتونی حتی لاگاشو چک کنی ببینی چجوریه. ما میخوایم اینو با داکر کامپوز بیاریم بالا. اومده گفته آقا داکر کامپوز ریکوایرمنتش چیه، چه چیزهایی لازم داره.
اگر بخوای از آنتی ویروس کلم ای وی استفاده کنی حداقل 3 گیگ مموری میخوای، 1 گیگ سواب. اگر نخوای استفاده کنی 1 گیگ مموری، 1 گیگ سواب. به نظر میاد از کامل یا میل کو سرچ میکنیم. میل کاو، بله میل کاو بود. از میل کاو بهینه تره، اون حداقل 2 گیگ میخواست. البته یو آی هم که میل کاو داره بهت نمیده، این خیلی راحت تر قیافتن. اون حالا ذره یو آی سنگین تره، بعد بری بگردید دنبال بخشای مختلفش. و دردسر پورت 25 هم که تونه سره کامل میل کاو کاری باهاش نداریم فعلا. خب و اومده بود از دکر ورژن چه چیزی استفاده کنی. حداقل دکر کامپوز ورژن 2 رو باید داشته باشی و گفته میتونی توی دکر وبسایت ببینی چی به چیه. میریم که ستاپش کنیم. ستاپش خیلی راحته، من قبلا این بالا باز کردم، یه دونه لینکی داره، اینها اینجام هستش. خب یه لینکی داره به اسم setup.mailu.io. حالا دو تا فایل واسمون میسازه، یه دونه دکر کامپوز میسازه، یه دونه mailu.env میسازه. راجع به TLS صحبت کرده. از اونجایی که ما داریم از Nginx Proxy Manager استفاده میکنیم و من اینجا قبلا SSL براش گرفتم، SSL گرفتم، از نو TLS میخوام استفاده کنم. میگم که آقا انگار اصلا TLS نداری، ولی گفت آقا پیشنهاد نمیکنم. اینم جالب میتونه باشه، شاید هم اینو زدیم. ما داریم از ریورس پراکسی به اصطلاح استفاده میکنیم دیگه. راجع به DNS هاش اینجا گفته برو بخون تو داکیومنتم و میگه آقا چه جوری آدرس و سرورتو وصل کنی به اینجا. الان میریم جلوتر میفهمیم چی به چیه. بریم تو. اینم خیلی مهمه. این در حالت اولیه کامل یادتون باشه ما همونجا وصل میشدیم مستقیم. یه دونه پنل ادمین داشت، تو پنل ادمین ایمیل میساختیم. اینجا اومده گفته که نه، شما باید بیای یه دونه یوزر ادمین بسازی. یوزر ادمین تو مرحله اولیه نداره. میگیم اوکی، بریم توی این صفحه که من اینجا بازش کردم قبلا، اینها setup.mailu.io. یه ذره بزرگش کردم که خانه‌تر باشه، یه ذره دیگه هم بزرگش میکنیم. اومده گفت آقا مسیرش کجا باشه. این کاملا دست خودتونه. من یه سری پروژه ها مثلا میزنم داکر میلیو، داکر میل، اینجوری. یه سری جاها مثلا میزنم opt مثلا میلیو، یا مثلا opt/docker/میلیو. میگه که میل دامین چیه. خب اومده مثال زده، مثلا میلیو. ما میگیم که آقا سمسش داد. پست متر لوکال پارت با ادمینش کاری نداریم. راجع به TLS صحبت کرده. نمیدونم اینو بذارم کار بکنه یا نه، ولی نو TLS 100% کار میکنه. اینو فعلا میذاریم. یه سری تنظیمات داره کاری باش نداریم. میگه اسم سایتت چی باشه، میگیم سمسش باشه. یه دونه میل سرور هم انداز تهش. آدرسش چیه؟ من 100% دارم، samsech.net. و بخش جذابه، شما میتونین که از ادمین یو آی استفاده نکنید. که شما میتونی برداری، میتونی بذاری. آدرس یو آی ادمینش هم میشه عوض کرد. قبلا اینجاها میذاش که عوض کنیم، الان نمیذاره. الان بریم از توی فایل .env که بهمون میده عوضش کنیم. ادمین میاره بالا و اونجا میتونی دامین اضافه کنی، میتونی یوزر اضافه کنی و حتی اگه یوزری بخواد پسورد عوض کنه حتما باید بیاد از توی ادمین لاگین کنه. این نکته به شدت مهمیه که به نظر من خوب نیستین. راجع به API صحبت کرده که میگه آقا من یه دونه API میتونم بهت بدم که رستفول، داکیومنت هم داخل سایت هم هست، میتونی بخونی، همه کار میتونی بکنی، حتی میتونی مثلا یه دونه وب ادمین دیگه بیاری بالا و اینجور حرفا. میتونی اینیبلش کنی و یه دونه توکن میده. اینو اینجا اینیبل نکردی، بعدن از توی اون فایله اگر خواستی میتونی اینیبل کنی. دیده نمیشد اینجا. اومده گفته که خب آقا بیا یه سری قابلیت مشخص کن. میگیم اوکی. اومده گفته که از چی میخوای استفاده کنی. یه دقیقه. A few moments later. من در دفترم رو زدم رفتم ببینم کیه، مهم نبود. داشتم میگفتم اینجا من گفتم آقا چه قابلیتایی میخوای اضافه کنی. مثلا همون بحث رون کیوب و اسنپی میل. هیچ فرقی نداره، من با اسنپی میل بیشتر حال میکنم.
بستگی داره واقعا با کدوم یکی بیشتر حال میکنی. اون بحث آنتی ویروسه که اینجا نوشته. گوشیمو جابجا کنم یه وقت نویز نندازه. تصویرم رفت. اومد. خب آنتی ویروسه که میگه آقا مثلا حداقل 1 گیگ مموری خود این میگیره. من غیر فعالش میکنم قاعدتا. وب دو من دوست دارم وب دوم فعال باشه. میتونی از طریق HTTP یه سری از فایل‌ها رو دانلود کنی، ببینی، کلندر اضافه کنی، اینجور حرفا. فچ ایمیل، دریافت ایمیل از طریق IMP و پاپ 3 میگم فعال باشه. اینم که تیک داره میذاریم بمونه. آها، بحث لیسن آی پی. لیسن آی پی اینجا توضیح داده که آقا چجوری لیسن آی پی رو پیدا کنی. چش اینا گفته بیا اینو بگیر، آی پی که اینجا بهت میده رو بذار اونجا. این کارو میشه کرد. 127.0.0.1 نمیتونین بدین چون کانتینر داکر رو میبینه، هاستتون رو نمیبینه. پیشنهاد کرده 4 تا 0 رو ندین. من 4 تا 0 رو میدم. پیشنهاد کرده این کار رو ندین، بهش هم حق میدم، کاملا منطقی داره میگه. چرا؟ چون یکی از هر آدرسی باشه یعنی میتونه ایمیل دریافت کنه. مثلا تو فکر کن توی سرور توی مجموعه است، خب، و 5 تا آی پی پابلیک داری. زمانی که همه صفرها رو بدی و هر 5 تا آی پی پابلیک تو سرور اساین کرده باشی، از تمام 5 تا آی پی پابلیک برات ایمیل میاد. خب این درست نیست، بعد یه آی پی داشته باشی. بحث بعدی بحث آی پی داخلی شبکه خودشه. خب به چه معنا؟ یه دقیقه من این تلفن جواب بدم. 1 hour later. خب این بحث دیگه هم که اینجا هست، بحث ساب نت واسه نتورک خود میلیوه. خب اینو حتما باید حواست باشه. اگر داری توی شبکه داخلی خود ران میکنی، این آی پی که اینجا هست با آی پی شبکت توی یک رنج نباشه. اگر توی یک رنج باشه سرویس به مشکل میخوره، حتما باید اینو عوضش کنی. IPv6 هم کار نداریم. پابلیک هاست نیممون هم باید بهش بدیم، آدرس سرورمونه، میتونه دامین باشه. ستاپو میزنیم. خیلی شیک و مجلسی خودش اومده لول به لول گفته بعد چیکار کنیم. میایم لول به لول همین کاری که گفته رو انجام میدیم. اینو کپی میکنیم. من به سرور قبلا وصل شدم. اگر اینهاش فولدر رو میسازه، میگه برو داخل فولدر این 2 تا فایل رو دانلود کن. میریم داخل فولدر این 2 تا فایل رو دانلود میکنیم. بعد گفته که بیاد داکر کامپوز آپ دشتی میزنیم تو همون فولدر. خب اومد گفتش که پورت 443 بسته است. چرا؟ چون من انجین اسپارکس منیجر دارم. کافیه که بیام داکر کامپوزش رو اینجایی که پورت ها رو مشخص کرده پیدا کنم، این 2 تا پورت رو عوض کنم. اینو بذارم مثلا 80 81، این یکی هم مثلا بذارم 44 33 و دوباره بگیم که بیاد بالا سرویس. خب یه نکته خیلی مهم رو یادم رفت و اینو بعد ویدیو دارم میگیرم. درسته اینجا گذاشتم ولی بعد ویدیو گرفتم. اون صفحه میلیو ستاپ بود. اگر بعدا خواستید مثلا API فعال کنی، یه فایلی بهمون داد دانلود کردیم به اسم mailio.env. من نانوش کنم. ایناش تمام تنظیماتی که اونجا انجام دادیم اینجا هم هستش. خب یعنی مثلا به فرض مثال میخوای API رو فعال کنی، مثلا میخوای ادمین رو غیر فعال کنی، مثلا این ادمین رو فالسش میکنی غیر فعال میشه. میخوای وب میل رو عوض کنی، از چی عوضش میکنی. API رو میتونی از چه فعال کنی و میتونی حتی آدرس وب میل و آدرس ادمین رو عوض کنی. از اینجا میتونی عوضشون کنی و یه دونه داکر کامپوز ریستارت میزنی، میاد بالا و همه چی جدیده. البته وقتی API رو میخوای فعال کنی، این ته یه دونه API توکن داره، بعد اضافه کنی. اینجا که میتونی تایمتون رو ست کنی. اینو یادم رفته بود. بریم سراغ بقیه ویدیو. من تو انجین اکسپرس منیجر قبلا ست کردم اینو روش و آدرس ها رو بهش دادم، ولی الان این بعد باز روش کلیک کنم. ببینیم باز میشه. بله باز. یه دونه یوزر ادمین بعد براش بسازم.
برای اینکه یوزر ادمین براش بسازم اینجا یه دونه دستور خودش بهمون داده بود، گفته بود آقا اینو انجام بده، یه پسورد این تهش بذار. من اینو تا اینجا کپی میکنم، بذار همین پسورد با حروف بزرگ بود فعلا، بعدا عوضش میکنم. کپی. یوزر ادمین رو ساخت. میایم اینجا میزنیم ادمین ادساین فلان، پسوردم که پسورد با حروف بزرگ بود، توی ادمینش ساین این میکنیم. این پنل ادمینشه، یه دونه اسم این ایمیله میتونیم بدیم که مال خودمونه، فورواردرش رو میتونیم فعال کنیم، هر ایمیلی بیاد مستقیم واسه ما میفرسته. اینجا میگه آقا یه دونه کپی هم ازش نگه دار، میتونیم کپی ازش نگه نداریم. میریم توی میل دامین، اینجا خودش اینو اد کرده، هر چند تا که بخوایم میتونیم دامین اضافه کنیم. بعد روش کلیک کردم، اینجا دامین رو میدی، کامنت رو مینویسی، تعداد یوزرها هر وقت منفی 1 باشه میشه بی‌نهایت. برمیگردیم توی میل دامین، همون ایمیلی که داریم و ادامه میدیم. یه چند تا گزینه داره اینجا، یه دونه ادیت داره، یه دونه دیلیت داره. این آیکون میله که اینجا میبینی یوزراست، میتونی یوزرها رو کم و زیاد کنی. والیاس کاری نداریم. یه دونه منیجر داره، اینجا کلیک کنی یوزرهایی که اینجا ساختی رو میتونی بهشون دسترسی ادمین بدی که بیان روی همین یه دونه ایمیل، همین یه دونه دامین کار کنن. خب ساین اپمون هم که دیسیبل، کامنت هم نداره. میریم دیتیلزش میزنیم. اینو من قبلا توی چیم اضافه کردم، اسمش چیه؟ DNS سرورم توی CDN هم اضافه کردم، میگم DNS سرور و خیلی راحته. مثلا گفته اومده اینو بیا اضافه کن، من اینجا دارم اینها رو همه رو. اینو دارم، مثلا اینو دارم، اینو مثلا فرق کرده، اومده گفته چی؟ اومده گفته که توی 600 MX اولویت 10 دارم، اینم فکر کنم اولویت 10 درست. دیگه اومده اینو واسش تعریف کرده، اینو فکر کنم قبلا تعریف کردم، نه تعریف نکردم، بعد واسش تعریف کنم. یه رکورد TXT میسازیم، آدرسش میشه این، مقدارش هم TXT نبود، این TSLA اینه. دو یک یک و دو ذخیره. اینا هم که میتونید دونه تعریف کنین، این اوتو کلاینتشه. اینجا میگه جنریت کی بزنید، یه دونه پرایوت کی میسازه که ایمیل ها رو اند تو اند انکریپت کنه. خب وب میلش هم باز کنیم، اینجا وب میل رو داشت. تنظیمات دیگه ای نداره، یعنی همین اونایی که تو DNS گفته رو اضافه میکنی، این طرف دیگه هم وب میل رو باز میکنی و تمام. همینه، آدرس ایمیل هم اینجا انداخته، نیو مسیج رو میتونم بزنم و ایمیل بفرستم و میدونم که دریافت میشه. ایمیلم رو این طرف دیگه باز کنم. بنازم صورت اینترنت. نه ایمیلم دریافت شد، جوابم بهش بدیم ببینیم این طرف دریافت میشه. این طرف هم دریافت شد بدون دردسر. و بحث ماتریکس هم باید بذارم توی ویدیوی دیگه کلا راجع بهش صحبت کنم، اون خودش خیلی دردسر داره، ولی توی ریپوزیتوری گیت هاب هم هست.
باید بگردم. ایناش این هم میتونیم مذاکر بیاریم بالا باش کار کنیم. ولی میلیو هم هست، کامل هم هست. حالا هر کدوم باش حال میکنین و میتونین استفاده کنین، هیچ فرقی نداره. فقط میلیو به نظرم خیلی سریعتر از کامل میاد بالا و حالا اونم سریع اومد بالا ها. سر پورت 25 درگیر شدم که نمیدونستم اون دیتا سنتری دارم ازش سرور میگیرم پورت 25 رو میبنده. مثلا همین R1 کلود داخل ایران داره پورت 25 رو میبنده. بعد بهشون تیکت بزنین بگین آقا این میل سرور منه، پورت 25 واسم باز. دمتون گرم تا اینجای ویدیو رو دیدین. لایک، سابسکرایب، شیر و همین. دمتون